مقامات فرودگاه شهر خوجند گفتند طی یک هفته اخیر هنگام بازگشت از روسیه به وطن دو مسافر تاجیک جان دادند. از جمله یک مرد 67 ساله روز 14 فوریه هنگام پرواز هواپیما در خط‌سیر سنت پترزبورگ خوجند که از طرف شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی انجام شد به هلاکت رسیده است. روز 15 فوریه در فرودگاه خوجند به رادیو آزادی گفتند هواپیما باید ساعت 5:30 صبح 14 فوریه در خوجند فرود می آمد ولی با تأخیر 5 ساعته حاضر شد. یک مسئول فرودگاه بدون بردن نامش گفت سبب تأخیر در مرگ نابهنگام یک مرد مسافر هواپیما بوده است. وی گفت وقتی پرواز وضع مرد 67 ساله بد شده است و جهتی رسانیدن یاری طبی هواپیما در شهر ارنبورگ روسیه فرود آمده است ولی آن مرد وفات کرده است. نامناسب مرد و سبب مرگش را شرح ندادند. در همین حال طبیبان فرودگاه بین المللی خوجند از مرگ یک مسافر دیگر زمان بازگشت از روسیه به تاجیکستان خبر دادند. عبدالملک حفیظوف سردختور فرودگاه گفت وضع سلامتی ساکن 72 ساله تاجیکستان بعد تخمینا یک ساعتی به هوا برخاستن هواپیما بد شده است و او همانجا جان داده است. حادثه روز یکشنبه 11 فوریه رخ داده است. با گفته او عبدالسلام باباجانوف ساکن خوجند همراه همسرش محترم باباجانوف از مسکو در هواپیمای شرکت تاجیک ایر به خوجند می آمده است و در راه از بیماری جان داد. به قول او جسد مرد را بعد از معاینه و خلاصه پزشکان به دست پیوندانش سپردند.